بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شاگردکای خوب، سلام به اطفال نازنین، سلام به شاگردای خوب و زحمتکش. خوش آمدین به یک روز جدید و همچنان ساعت درسی جدید. خب شاگردکای خوبیم، درس گذشته رو با صدای بلند تکرار کردین. آفرین به شما. خب تشکر از کسایی که به من کامنت روان کرده بودن و همچنان کارخانگیتون به ایمیل آدرس ما روان کرده بودین. من دیدم زیاد خوش شدم. خب شاگردکای خوبیم، درس گذشته ما چی بود؟ بله، همکاری بود. کمک و همکاری درسی بسیار مهمی بود که ما فهمیدیم هر کس کمک و همکاری کنه اجر از او با کیست؟ با خداوند. و کسی که کمک میکنه شخص بسیار خوبی پیش مردم می باشه. خب شاگردکای خوبیم، ما یاد گرفتیم که همیشه در هر جا با هم دیگه همکاری کنیم. پس بریم دیگه به چی؟ به درس جدید. درس امروز ما چی است؟ بخوانیم و یاد بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. صنف سوم، مضمون دری، درس 29، موضوع صبر و تحمل است. صفحه 57 و 58 کتابتون. بله شاگردکای خوبیم، ما امروز چی میخوانیم؟ در مورد صبر و تحمل. ببینیم که صبر و تحمل چی معنا میده. آیا شما تا به حال کلمه صبر شنیدین؟ آفرین، میبینم که شنیدین. پس بیاین که کتابکای خود باز کنیم. خب شاگردکای خوبیم، صفحه 29 صفحه 57 کتابتون باز کنین. خب شاگردکای خوبیم، شما در تصویر چی میبین؟ بله، گلهای بسیار مقبول. در اینجا چی که نوشته کرده؟ من براتون میخوانم. صبور باشید. صبر یکی از پایه های ایمان است. عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه. خب شاگردکای خوبیم، ما فهمیدیم که در مورد صبر چی گفته؟ صبور باشید. این کی گفته؟ حضرت عمر. خب شاگردکای خوبیم، به نظر شما صبر و تحمل سببی چی میشه؟ بله، میبینم که بعضی شما جواب میفهمین. صبر و تحمل سببی چی میشه؟ بله، سبب کامیابی میشه. بریم به کتاب خود که کتاب ما در این مورد چی گفته؟ صبر و تحمل. صبر و تحمل نعمتی است که خداوند جل جلاله برای ما عطا کرده است. با صبر و حوصله می توانیم به خوشبختی برسیم. هرگاه تحمل و گذشت نداشته باشیم، پریشان، سرگردان و کم حوصله شده کارهای خود را به درستی انجام داده نمی توانیم. بر ما لازم است تا ارزش صبر را دانسته و آن را سرمشق زندگی خود قرار دهیم. بزرگان در مورد صبر و تحمل گفته اند: صبر تلخ است لیکن بحر شیرین دارد. صبر و تحمل کلید خوشبختی ها است. خداوند جل جلاله صابران را دوست دارد. خب شاگردکای خوبیم، کتاب به ما چی گفته؟ بله، گفته که صبر و تحمل چی میاره؟ خوشبختی میاره. بله شاگردکای خوبیم، اگر ما صبر و تحمل داشته باشیم، حوصله کنیم، استقامت داشته باشیم، سببی چی میشه؟ سبب خوشبختی. مثلا همین که شما درس میخونین چی است؟ کار بسیار دشواری است، ولی اگر صبر کنین در آخر سال چی میشین؟ بله، کامیاب میشین. صبر بر چی؟ بر سختی های درس. مثلا درس در خانه تکرار میکنین، کارخانگیتون انجام میدین. این صبر و حوصله شما باعث میشه که در آخر سال اول نمره صنف خود باشین. بله شاگردکای خوبیم. خب شاگردایم دیگه چی گفته؟ کتاب ما گفته اگر صبر و تحمل نداشته باشیم چی میشیم؟ بله، پریشان، سرگردان، کم حوصله و در آخر کار ما رو به درستی انجام نمیدیم. و وقتی کار ما به درستی انجام نشد نتیجه چی میشه؟ بله، یا خوب نمیشه یا کلا نتیجه کار ما خراب میشه. پس چی کنیم؟ همیشه صبر و تحمل داشته باشیم، کوشش کنیم و همچنان سعی و تلاش زیاد داشته باشیم تا کار ما، تا درس ما به خوبی انجام شود و درس خوب بخوانیم. خب شاگردکای خوبیم، در هر کار باید چی داشته باشیم؟ صبر و تحمل. پس بزرگان ما در مورد صبر و تحمل چی گفتن؟ بیاین که ببینیم. گفتن که صبر تلخ است لیکن بر شیرین دارد. یکی دیگه از بزرگان ما چی گفته؟ صبر کلید خوشبختی است و در آخر خداوند جل جلاله با کی است؟ با صابران است. یعنی خداوند هم به کسایی که صبر میکنه چی میده؟ پاداش میده. بله شاگردکای خوبیم، خداوند هم گفته کسی که صبر و حوصله کنه
ما او را کارش بی جواب نمیمانم، با او ثواب بسیار زیاد میتونم. بله شاگردکای خوبیم، بریم به چی؟ بله دیگه رسیدیم به فعالیت کتاب. فعالیت ها: به خواندن متن درس توسط معلم محترم گوش فرا دهید. متن درس را با آواز بلند بخوانید. چند شاگرد در مورد صبر و تحمل یک جمله بگویند. در گروه ها متن درس را دقیق بخوانید و ببینید کدام کلمه در آن بیشتر به کار رفته است. یادداشت نموده روی تخته بنویسید. خب شاگردکای خوبیم، متن درس در خانه با صدای بلند میخوانید. پیش پدر جان مادر جان تا اینکه غلطی های شما گرفته شود. خب شاگردکایم دیگه چی میکنین؟ در مورد صبر یک جمله نوشته میکنین و وارد کامنت به ما روان میکنین، یا میتونین زیادتر هم در کتابچه کایتان نوشته کنین، اما یک جملهشه در کامنت به ما روان کنین. خب شاگردکای خوبیم، در متن درس میخوانین، کلمه که زیاد تکرار شده وارد کتابچه‌تان نوشته کنین. رسیدیم به چی؟ به لغت ها. شماره لغت منا: شماره 1 اعطا بخشش کردن، 2 پاسداری حفاظت، شماره 3 رحمت بخشایش مهربانی، شماره 4 بر حاصل و ثمر. کار خانگی متن درس را در کتابچه‌تان رو نویس کنید. خب شاگردکای خوب، لغت ها را حفظ میشین و همچنین متن درس در کتابچه نوشته میکنین و او را به ایمیل آدرس ما روان میکنین تا ما ببینم نظر خودت در موردش بگویم. خب شاگردکای خوبیم، درس ما اینجا به پایان میرسه. یادتان نره صفحه ما را لایک و سابسکرایب کنین. تا دیدار بعد، خدا نگهدار، شاد و موفق باشین.